خود جمعیت. من بازم میگم، یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن، من با 2 بچه کافیه مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من الان جمعیت ما شد 1.2 بود خانوار اومده زیر 4 نفر. بود خانوار زیر 4 نفر یعنی 2 نفر که با هم ازدواج میکنن، متوسط تعداد بچه ها تو خانوار زیر 2 تاست. 2 نفر حداقل 2 نفر باید داشته باشن که همین حفظ بشه، که حفظ بشه یک ملت. ضمن این که تلفات هست، بالاخره حوادث هست، مریضی هست، یه از این زیر 2 تا یه تعدادش هم در طول 40-50 سال میره، همه به سن 80 سالگی نمیرسن که. خب یه سیاست غلطی که غربی‌ها انتخاب کردن، الان همشون پشیمونن، الان دارن یارانه‌های سنگین میدن برای حفظ هویتشون، حفظ فرهنگشون، حفظ ملیتشون. چرا ما بیافتیم توی مسیری که 40 سال دیگه ما بفهمیم اشتباه کردیم؟ ما گفتیم این گام اول رو برداریم، گرچه با این همه مسائل درست نمیشه، بعد یه سلسله قوانین رو درست کنید. تشویق خوبی هست در صورت، یعنی مقدمه یه پیام رسان خوبی داره. الان اینم جوانای خوب برازنده تحصیل کرده مشغول کارم هستن، زن شوهر، اما 5 سال 6 سال 10 سال ببخشید بابا یه ملت باید ادامه پیدا کنه، نباید قطع بشه تمام بشه. که بعضی افتخار میکنم، اینم بذارید بگم، بالاخره من که هر چی فوش بوده به من دادن دیگه، چیزی به نظرم تو کیسه شون نیست بدن، دارن میچرخن یه لکه به دولت بچسبونن که دولت چه هست، یا افرادی از دولت رو متهم کنن. برای من مهم نیست واقعا. بعضی خیال میکنم ما روزی مردم میدیم، این خیلی اشتباه. کلام الهی است. من تعجب میکنم علما چرا ساکتن، تعجب میکنم. اونا میخوان منطقه ما مسلط بشن، بدون ایران کسی نمیتونه بعد خاورمیانه مسلط باشه. اگه کسی ایران داشته باشه اینجا رو داره، به خاطر شرایط ایران و تاریخ ایران. اینا میخوان مسلط بشن به این منطقه، به واسطه این منطقه بر دنیا مسلط بشن. خب همین گام اول خوردن زمین، میبینن خب ایران رو ندارن، ایران هم اجازه نمیده که بخواد دوباره شرایط قبل تکرار بشه. عصبانی هم از دست آقای اوباما رو آوردن چهره رو عوض کنن. البته آقای اوباما میتونست مفید باشه، شاید اون اوایل هم در ذهنش بود که واقعا کارهای مثبتی رو انجام بده، اما هم فشار صهیونیستا هم وادادگی خود ایشون. من به نظرم ایشون در برابر فشار صهیونیستا واداد. قبل از انتخابات فکر کرد که رای دست ایناست، در حالی که رای دست مردم، دل مردم هم دست خداست. ایشون اگر با همون شعار مستقل تغییر واقعی، همکاری با ایران، رفع ندانمکاری ها و غلط کردن های دولت های قبلی واقعا می آمد، رای هم می آورد، خودش یه اقتدار براش درست می شد. اقتدار یه ملت بالاتر از اقتدار احزاب. ایشون را باج داد به صهیونیستا. همون موقع من متوجه شدم، یعنی واقعا من متوجه شدم که دیگه ایشون کاری نمیتونه بکنه. با این حال نخواستیم این شانس از ایشون گرفته بشه یا از بین برود. من پیام دادم برای ایشون، بارها گفتیم ما استقبال میکنیم از تغییرات، اما تغییراتی رو ندیدیم. البته نه اینکه ندیدیم صفر را، این هم بی‌انصافی است، اما تغییرات اساسی که بتونه تحولی درست کنه. برای کارهای ظاهری که خیلی مهم نیستش که ما پیام میدن برای نوروز، بسیار ما هم پیام دادیم براشون، خیلی 500 تا پیام میدیم به هم، اما این پیام باید به یه نقطه واقعی و عملیاتی برسون. موضوع هست ایران یه بهانه است، واقعا دعوا اون است که من گفتم. خوشبختانه ما به نقطه غیر قابل برگشت رسیدیم، عبور کردیم، صدها کیلومتر هم رفتیم. خودشون هم میدونن، اونا 2 تا راه بیشتر ندارن، یا همین بد اخلاقی ها که خب حاصلش همینه دیگه، 4-5 سال 20 سال بد اخلاقی اصلا مهم نیست دیگه، یا اینکه بپذیرن ایران رو و بیان کنار ایران همکاری بکنن. ما فکر می‌کنیم این دومی برای اونا بهتره، برای ما هم بهتره، چون ما هم دنبال دعوا که نیستیم. اما اونا اینقدر گروه‌های قدرت، گروه‌هایی که شکمشون رو صابون زدن برای چپاول ملت‌ها اونجا زیاده، نمیتونن به تصمیم برسن. آقای اوباما هم دارن ازش استفاده میکنن. این حرفی که ایشون زد به نظرم متوجه نشد، به قول ما ایرانی‌ها تو کاسش گذاشتن. این متناقض بود دکتر با حرفایی که ایشون، حالا پیام‌هایی که جدا از ایران
فرستاده بود، یعنی نشانه هایی که نشون میداد که من متفاوتم. یه صحبت ایشون توی در واقع کشور مصر داشت، اونجا هم باز خیلی تاکید داشت که من خیلی در واقع آزادی خواهم و خیلی به مسلمان ارادت دارم. یا وعده هایی مثل خروج از عراق که من اگر رأی بیارم حتما از عراق بلافاصله خارج میشم. خب این در واقع تناقضات همونطور که شما فرمودید بین خود ملت در واقع اون کشور هم روشن هست و همینطور بین همه ملل دنیا که بالاخره مردم حرفا رو میشنون، قضاوت میکنن. من میخوام بدونم که آیا به نظر شما با توجه به وضعیت کنونی بهترین کاری که در واقع رئیس جمهور آمریکا میتونه بکنه و در واقع بهترین روی کردی که میتونه داشته باشه برای اینکه هم ملتش رو نجات بده و کشورش رو آقای اوباما یه شانس بیشتر نداره، اونم ایرانه. ببینید این من حرف احساسی نیست، حرف علمی است. آقای اوباما تو فلسطین که کاری نمیتونه بکنه، نمیذارن که کاری بکنه، شانسی هم نداره. چه فرمولی بده که در فلسطین یه پیشرفتی اتفاق بیفته که برایشون یه پیروزی محسوب بشه و جایگاهش رو در حکومت آمریکا تثبیت کنه؟ نمیتونه که. در عراقشون چیکار میتونه بکنه؟ کاری نمیتونه بکنه. در افغانستان چیکار میتونه بکنه؟ اونقدر پیچیدگی در اونجا هست که اصلا هر کاری هم بکنه اتفاق ملموسی بیرون نمیفته که پیروزی تلقی بشه. عنایت کنید. در اقتصاد خود آمریکا ایشون نمیتونه معجزه کنه اونجا که. یه جا بیشتر نداره که به دنیا بگه من تغییر دادم و معادلات دنیا رو به هم زدم، اونم ایران. 30 سال دولت‌های آمریکا مستقیم علیه ما بودن، قبلش هم 30-40 سال که علیه ما بودن به ظاهر دوست بودن، یعنی از داخل متلاشی کردن بنیان‌های ما. ایشون یه شانس بیشتر نداره برای اینکه بمانه در رأس حکومت و موفق بشه، اونم ایرانه که بگه من با ایران شروع کردم به همکاری. اینو باید در عمل، من یه نامه‌ای برایشون حالا دادم، اخبارش منتشر خواهد شد، ایشون فرصتاش استفاده کنه. این که خیال کنن به ایران میتونن آسیبی بزنن، این دیگه دورش تمام شد، تمام شده. کسی دیگه به لطف خدا کسی توانایی آسیب زدن به ملت ایران رو نداره، تمام شد. هر کاری می‌خواستن کردن. نه اینکه ما دنبال دعواییم، نه، ما دنبال واقعا همکاری و گفتگو ایناییم. الان هم همینطوره. یعنی الان هم اگر ما یه فرمولی بتونیم پیدا بکنیم که حقوق ما حفظ بشه، حقوق ما اهم از استقلال ما، شخصیت ما، حیثیت ما، اصلی که جای خود دارد، اون که اصلا دست به اون حق نمیزنیم، بتونیم مبادله کنیم، همکاری کنیم، بازم ما این کار خواهیم کرد. یعنی که ما فرار نکردیم از گفتگو و همکاری. اونا خیال کردن هنوز خیلی چیزن برای که با ما حرف بزنن، یه دوره شرط میذاشتن، بعد دیدن که تو ایران کسی براشون ترحم خورد نمیکنه، شرط چیزی، ما باید شرط بزنیم.